سلام، وقت همه بخیر. امید که خوب صحتمند و سر حال باشین و زندگی را در کنار فامیل با خوبی و با خوشی سپری نمایید. در ادامه سلسله درس های رشد دو و در خصوص در مورد نظریه های رشد در دوره نوجوانی که ما قبلا نظریه رشد زیستی تکاملی و نظریه رشدی و تحلیل روانی یا همان روانکاوی را خوانده بودیم. در حالا نظریه یادگیری اجتماعی است. در اصل نظریه یادگیری اجتماعی شکل جدید و تغییر یافته از نظریه سنتی یادگیری پاولو و واتسون و اسکنر است، یا همون میتونیم گفت که نظریه سنتی یا نظریه قدیم رفتارگرایی است. یادگیری در این نظریه همانند نظریه رفتارگرایان از طریق مشاهده، تقلید و الگوبرداری صورت میگیرد. تفاوت اساسی و عمده‌ای که بین رفتارگرایان سنتی و نظریه یادگیری اجتماعی است این است که در نظریه یادگیری اجتماعی فرد را موجود فعال و نقش تفکر را در یادگیری را تصدیق میکنه. همچنان تفاوت دیگرش این است که یادگیری افراد در یک زمینه اجتماعی انجام بشود که زمینه اجتماعی انجام بشود و پیچیده تر از بسیار پیچیده و دشوار از یادگیری های شرطی است و معتقد هستند که نقش همانندسازی با والدین و بزرگسالان در رشد و یادگیری اهمیت زیادی دارد. و هرچند که ما قبلا در نظریه رفتارگرایان خوانده بودیم که اونا فقط از طریق شرطی سازی، از طریق محرک های محیطی میتونه یادگیری صورت بگیره، اما چیز مهمه که در نظریه یادگیری اجتماعی است که میگه فرد خود انسان خود شخص موجود فعال میداند که در جستجوی دانش است و همچنان نقش تفکر را در یادگیری تصدیق میکنه که یادگیری خود تفکر خود ویژگی های شخصی چقدر تاثیر داره در خصوصیات فرد. قبلا که بود نظریه رفتارگرایان سنتی که بود بیشتر کارایشان از طریق شرطی سازی یا تحقیق آزمایش در مورد حیوانات و تعمیم آن برای انسان ها بود، اما اینجا که از نظریه یادگیری اجتماعی درست است که محیط تاثیر داره، اما خود شخص، ویژگی های شخصیتی و فعالیت های خود فرد در چگونگی الگوبرداری تاثیر بسزایی دارد. مثلا میگه فرد که لحاظ شخصیتی فرد خشن است بیشتر الگوهای خود اشخاصی را قرار میتن که از لحاظ رفتار و عملکرد خشن هستند و یا برعکس شخص کارآمد است افراد را الگوی خود قرار میتن که جنبه شخصیتیشان بسیار آرام و راحت هستند. ما و شما در زندگی روزمره خود هم بسیار این موارد تجربه کردیم که افراد الگوی خود قرار میتیم که لحاظ شخصیتی یا لحاظ عملکرد با ما همانندی یا یکسانی بیشتر را داشته باشه. یکی از برجسته ترین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا است که به ویژه باندورا در 2 دهه اخیر از نظریه رفتارگرایی فاصله گرفته و در آثار جدید خود که در سالهای 1986 تا 1989 بیان کرده بود یا به نشر رسانده جریان‌های شناختی و پردازش اطلاعات، 2 موضوع اساسی را که در نظریه خود وارد کرده و نام نظریه خود را شناختی اجتماعی گذاشته است که آلبرت باندورا معتقد است که در نظریه شناختی 4 فرایند یا 4 رویکرد تاثیر بسزایی دارد و تاثیر این فرایندها را بر یادگیری خاطر نشان میکنه و بیان میکنه که یکی از این نظریات خود فرایند توجه است که منظور از فرایند توجه باعث میشه که اطلاعات معینی را از الگوهای معین برداشت کنیم. مثلا ما و شما در یک مسیر، در یک موقعیت یا یک زمانی قرار میگیریم و چیزهایی که توجه میکنیم اونها در ذهن ما میمونن، نه همه موارد که در اساس نظریه شناختی یا نظریه یادگیری اجتماعی باندورا هم میگه فرایند توجه باعث میشه که از میان الگوهای متعدد، الگوهای زیاد، ما الگوهای معین و مشخص را انتخاب کنیم. فرایند دوم فرایند حافظه است که این فرایند نمودهای ذهنی را به صورت رفتارهای هدف همانند به وجود میارد. همون که منظور از این فرایند ما
موضوعات را که توجه کردیم برش و در ذهن با او ذهن کدگذاری میکنیم یا رمزگردانی میکنیم، اونا را به صورت رفتارهای همانند به وجود میارد و بعد از او باعث تولید میشه که بخش سوم فرایند تولید است که مشاهدات را به صورت نمودهای ذهنی نگهداری میکند که اطلاعاتی را که پیدا کردیم با اطلاعات قدیمی یک جای میسازه و یک چیز جدیدی را به وجود میارد. و فرایند آخرم فرایند انگیزشی است که باعث تعیین بروز رفتارهای معین میشود که خودش باعث رفتارهای خاص در فرد میشود. البته باندورا رشد فرد را در اصل باندورا رشد فرد را جبرگرایی تقابلی میداند، یعنی یادگیری شناختی اجتماعی فرد ناشی از تعامل میان شخص، رفتار و محیط است و معتقد است که رفتار فرد تنها پاسخ به محرک‌های محیطی نیست، مثل که رفتارگرایان به خصوص رفتارگرایان افراطی میگن فقط رفتار فرد یا یادگیری فرد در اثر محرک‌های محیطی یا پاسخ دادن به محرک‌های محیطی به وجود میاد، مثل که قبلا میگفتن رفتارگرایان هر قدر که ما میخوایم اگر یادگیری بهتر صورت بگیره محیط غنی بسازیم. اما اینجا نظریه در توصیف نظریه جبرگرایی تقابلی باندورا میگه که درست است که فرد تنها رفتار فرد میگه تحت تاثیر یا پاسخ به محرک‌های محیطی نیست، بلکه تاثیرگذار بر محیط هم است، یعنی که هم فرد از محیط تاثیر میپذیرد و هم بالای محیط تاثیر میگذارد. و برای توصیف بیشتر این اصطلاح یا همون جبرگرایی تقابلی خود الگویی را مطرح میکند که میگن محیط، شخص، رفتار میشه که سه تا مورد با همدیگر ارتباط موزون و هماهنگ دارن که در پاسخ یا در ایجاد یک رفتار خاص هم محیط و هم خود شخص، که محیط شامل میتونه محیط فیزیکی، محیط خانواده، محیط اجتماعی، هر آن چیزی که خارج از وجود خود فرد باشد جز محیط شامل محیط است. عوامل محیطی میتونه بگه عوامل شخصیتی شامل توانایی‌های شناختی، خصوصیات جسمی، باورها، نگرش‌های فرد را شامل میشد. خصوصیات جسمانی فرد را شامل میشد که در یک رفتار خاص این دو مورد نقش دارد و باعث یک رفتار خاصی که میتونه پاسخ‌های حرکتی، پاسخ‌های کلامی و پاسخ‌های تعاملی باشد که ما و شما مثال‌های زیادش در زندگی روزمره خود دیدیم. مثلا اگر از یک حادثه، از یک واقعه یا از یک موضوعی که دو نفر متفاوت را ما اگر بیایم از در مورد اون موضوع ازش نظر بپرسیم یا واقعا نظر بپرسیم، دیدگاه متفاوت داره. مثلا در یک جای یک دعوا شده، دو شخص بیاریم بپرسیم که چی گپ بود، چی باعث شد، چی گپ است و چی موضوعات است، میبینیم که هر کدام یک دیدگاه خاص داره که اینجا چیست. درست که عوامل محیطی یکی بود، بلکه توانایی‌های شناختی، خصوصیات جسمی، باورها و نگرش‌های فرد تغییر داشت و همین باعث شد که پاسخ‌های متفاوت را ایجاد کنند که باندورا در بهمی اساس معتقد است که تنها محیط باعث رفتارهای خاص نمیشه، بلکه توانایی‌های شخصیتی، خصوصیات و باورهای جسمی، باورها و نگرش‌های فرد هم در خصوصیات فرد تاکید در ایجاد، در یادگیری و در رفتارهای فرد نقش بسزایی دارد. دانشمند دیگری که یکی از دانشمندان دیگری که به نام رابرت سلمن، دانشمند دیگر نظریه پرداز دیگر یادگیری اجتماعی است که نظریه ایفای نقش اجتماعی را مطرح می‌کند و معتقد است که یادگیری هویت بزرگسالی از طریق تجربه نقش‌ها در موقعیت‌های گوناگون اجتماعی مثل مکتب، فعالیت‌های ورزشی، ارتباط با خانواده، دوستان و همسالان در نوجوانی شکل می‌گیرد. در اصل بر اساس نظریه رابرت سلمن معتقد است که نقش‌هایی را که ما در دوره نوجوانی، در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی یا خصوصا تا دوره جوانی به خود نقش‌هایی را که ایفا می‌کنیم یا نقش‌هایی را که به خود می‌گیریم، همون باعث میشه که هویت بزرگسالی ما را نشان میده. حالا ما اگر بیایم ببینیم فرد سلطه‌گرا بیشتر در دوره نوجوانی هم موقعیت‌ها یا نقش‌هایی را به خود اختصاص میده که بالای دیگران حکم روایی کنه، بالای دیگران امر کنه و همین طریق هویت بزرگسالیش هم فرد سلطه‌گراست. یا برعکس فرد سلطه‌جو
بیشتر دوست داره گوشگیر، آرام و کس نظر دیگران را بپرسه، حرف دیگران را قبول میکنه. و دانشمند دیگری که در نظریه یادگیری اجتماعی نظریه مهم را مطرح کرده بود دیوید الکند است که او معتقد است که نوجوانی عبارت از گذر از خودمرکزی به جامعه مرکزی است. یعنی که وقت فرد در نوجوانی میرسد، اصل هدف از نوجوانی امو گذر از خودمرکزی که خصوصا در کودکی در دوره کودکی است، فرد از خودمرکزی بینی بیرون میشه، همه چیز به خود نسبت نمیده و خود مهم نمیشماره، بلکه جامعه و محیط را هم مهم میشماره. بحث دیگری که در نظریه یادگیری اجتماعی است ارزیابی و نقد نظریه های اجتماعی است که خیلی مهم است و چیزهای مفید دارد که اونا را شما میتونید بخوانید. بحث نظریه یادگیری اجتماعی همین قدر بود و امید که مفید تمام شود و موارد مهمی را یاد گرفته باشین و برای اطلاعات بیشتر میتونین به کتاب روانشناسی رشد دو مراجعه نمایید. شاد و موفق باشید.